انسان میتونه 3 روز بدون آب زنده بمونه. آبی که به سختی توی آب و هوای گرم بیابون پیدا میشه. این راه حل پیدا کردن آبه. اگه که توی بیابون گیر افتادین. اگه آب پیدا نکردین دنبال نشانه‌های حیات بگردین. گیاهان، پرندگان و حشرات، همه اینها میتونه به معنی منبع آبی در نزدیکی باشه. میوه‌ها، سبزیجات، کاکتوس و ریشه‌ها همه حاوی آب هستن. له کردن اونها با سنگ مقداری آب آزاد میکنه. باغ کتاب تهران. جریان آب به سمت پایین حرکت میکنه. پس شیب رو به پایین رو پیدا کنین. دره‌ها و کوه‌ها میتونن منبع آب داشته باشن. شبنم صبحگاهی میتونه با یک لباس جمع بشه و بعد آب لباس رو بچلونید توی دهانتون. فقط مطمئن شین که اون رو قبل از طلوع جمع کردین، چون قبل از اینکه بهش برسین بخار میشه. از فنجون یا هر ظرفی برای جمع‌آوری آب بارون استفاده کنین. اگه میتونین یک پوشش جمع کننده آب بسازین. این کار حتی کمک میکنه که آب بیشتری جمع کنین. حواستون به زمین‌های مرطوب، گیاهان و بستر خشک رودخونه‌ها باشه. همه اینها میتونن آب‌های زیرزمینی رو مشخص کنن. اگه در نزدیکیش یک گودال چند متری بکنین، امکان داره که آب وجود داشته باشه. اگه میتونید آب رو تصفیه کنید. اما اگه نه، باید بین کم آبی و آب بدون تصفیه یکی رو انتخاب کنین. شانستون رو با آب امتحان کنین. ترجمه و تدوین باغ کتاب تهران.